فراموش نمی‌کنم کمک علمای اهل سنت بلوچستان رو که اون روز جرأت می‌خواست این کار. مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی، مولای بزرگ سراوان، پیرمرد، صریحاً علنا از ما حمایت کرد، در خط انقلاب قرار گرفت. اینا شناسنامه است، اینا شناسنامه استان است، شناسنامه مردم است. ایران خانه ما هست، ما هیچ کسی را ما اجازه نمیدیم هیچ بیگانه ای را، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، که به خاک ما تجاوز بکنه. و به هیچ کسی را اجازه نمیدیم که تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازه. و یک تمامیت ارضی ما، تمامیت ارضی ایران برای همه ما مهمه. ما مردم ایران همه از تمام اقوام و مذاهب و زبانهای مختلف با یکی هستیم. ما ملت واحدیم.